این بزرگترین موجود زنده کره زمینه که حتی از دایناسورها هم بزرگتر و قدیمی تره. وال یا نهنگ آبی که تعدادشون خیلی کم شد و جزو گونه‌های تهدید شدند. طول این نهنگ به 30 متر میرسه و با وزنی تقریبا 200 تن بزرگترین موجود کره زمین شناخته میشه. این حیوان تقریبا توی همه اقیانوس‌ها دیده شده و طول عمرشون تا 110 ساله و از حدود 11 میلیون سال قبل کف اقیانوس‌های کره زمین زندگی می‌کردند. جزء پستاندارها حساب میشه و طول نوزادش به 8 متر میرسه که روزانه 190 لیتر شیر میخوره و یکی از سریعترین رشدها رو بین موجودات داره که روزی 90 کیلو وزن اضافه میکنه. زبون نهنگ آبی هم وزن یک فیله و قلبش به اندازه یک اتومبیل. این موجود عظیم روزانه 4 تن صدف و میگو میخوره و قوی‌ترین صدا رو بین موجودات تولید میکنه که تقریبا 30% از صدای موتور هواپیما بیشتره و توانایی شنیداری خیره کننده‌ای داره که میتونه از فاصله 1600 متری با دیگران ارتباط برقرار کنه. نظرتون رو راجع به این شگفت‌انگیز بنویسید و به نظرتون چرا دانشمندان هنوز نتونستن به دنیای کف اقیانوس‌ها ورود کنند